هونوکا تاکمییا توی مدرسه احساس بی‌اهمیت بودن میکنه، مخصوصا وقتی آیاکا کاگاری دانش آموز محبوب همه به جای اتوبوس‌های دیگه سوار اتوبوس اون میشه. توی کلاس هم مثل یه دانش آموز معمولی کنار کاگاری میشینه، اما یه اتفاق ساده همه چیزو عوض میکنه. یه روز پاکن هونوکا به زمین میفته و به طور غیر منتظره کاگاری اونو برای هونوکا برمی‌داره، ولی این لطف باعث عصبانیت بعضی از طرفدارای پرپاقرص کاگاری میشه که فکر میکنن هونوکا این کارو از روی عمد کرده و بعد از مدرسه اونو کتک میزنن. قضیه وقتی عجیب‌تر میشه که هونوکا بعد از تمیز کردن کلاس یه یادداشت روی خرگوش عروسکی پیدا میکنه و یهو یه ساختمون مرموز به سمتش سقوط میکنه. کاگاری با یه چوب جارو ظاهر میشه و هونوکا رو از خطر نجات میده و حتی اونو شاهزاده خودش صدا میکنه. بعد از مبارزه کاگاری توی اتاق تایید میکنه که همه چی واقعی بوده و خواب نبوده. برخوردهای عجیبشون توی مدرسه هم اتفاقی نبوده. فرداش با هم به مدرسه میرن که باعث حسادت بقیه دخترها میشه. کاگاری از هونوکا در مقابل طرفداراش دفاع میکنه و قول میده هر کسی که باهاش بدرفتاری کنه تقاضا پس بده. بعدن دختری به اسم کوریشی که ادعا میکنه یه جادوگره با یه ارتش خرگوش بهشون حمله میکنه. هونوکا بیهوش میشه، ولی وقتی به هوش میاد کاگاری با اینکه خیلی آسیب دیده کنارش و مصمم به دفاع از اونه. بعدش کاگاری سربازهای خرگوش و کوریشی رو شکست میده. فردای اون روز برخلاف انتظار کازاری رین و 3 دختر دیگه به عنوان دانش آموزای انتقالی وارد کلاسشون میشن. کاگاری فاش میکنه که همه اینا جادوگرن. تاکمییا که گیج شده وارد کلاس میشه و میبینه که کاگاری داره یه جلسه عجیب برگزار میکنه. معلوم میشه که کاگاری یه طلسمی رو روی تاکمییا گذاشته تا اتاق شکنجه رو برای صحبت در مورد شکار کردن دخترایی که بهشون حساس بوده انتخاب کنه. کازاری ادعا میکنه که اونا دنبال یه چیزی توی بدن تاکمییا هستن که به هیچ چیزی سفید میگن، اما یکی از دخترها اشاره میکنه که شاید دارن اشتباه میکنن چون تاکمییا گیج به نظر میرسه. یه ماده سیاه و چسبناک پایین میریزه و ممکنه که دختره رو با خودش ببره و فرار کنه. کاگاری برای نجات شاهزاده میرسه و با می روبرو میشه، اما وقتی کاگاری هم مثل تاکمییا زخمی میشه و می فرصت فرار رو پیدا میکنه اوضاع خراب میشه. تاکمییا با زخم‌های خوب شده توی اتاق کاگاری از خواب بیدار میشه و کاگاری نقشه‌شون رو برای شکست دادن مغز متفکر توضیح میده. تاکمییا از کاگاری میخواد بهش جادو یاد بده. اونا یه روز رو با هم بیرون میگذرونن و کاگاری دو نوع جادوگر رو توضیح میده. جادوگرهای کارگاهی که از دنیا محافظت میکنن، جادوگرهای تاور که از جادو برای منافع خودشون استفاده میکنن. توی کافه با نایب رئیس دانش آموزی پرشور دستباف شلفتی آشنا میشن که اونم یه جادوگره. بعدش توی مرکز خرید دختری تاکمییا رو از روی یه پوستر تحت تعقیب شناسایی میکنه و بهش حمله میکنه. در همین موقع کاگاری تبدیل به شکل جادوییش میشه و باهاشون مبارزه میکنه. بعد از اینکه همه چی آروم میشه اونا به مدرسهشون میرن که اتفاقا یه کارگاهه. اونجا با مادر کاگاری رئیس اونجا آشنا میشن. بعد کاگاری تاکمییا رو به دنیای جادوگرها معرفی میکنه. تو این دنیا شاگردایی مثل کاگاری دانش آموزاشون رو برای ملاقات با استادشون میبرن. حسادت بقیه دختران نسبت به دوستی تاکمییا و کاگاری آشکار میشه. کاگاری تسلیم نمیشه و به تاکمییا توی درس خوندن و حتی تقویت مهارت‌های تنیسیش کمک میکنه. این کار باعث میشه ارتباطشون قوی‌تر بشه. یه روز موقع برگشتن به خونه یه حس بد و یه افت شدید دمار احساس میکنن. اون موقع است که با شورس یه دشمن قدرتمند روبرو میشن. کاگاری سعی میکنه باهاش مبارزه کنه ولی خودش یخ میزنه. شورس به تاکمییا چاقو میزنه ولی به طور معجزه آسایی تاکمییا هیچ دردی یا آسیبی احساس نمیکنه. بعد شورس یه قرارداد مرموز نشون میده که توش کاگاری تمام آسیب‌های تاکمییا رو به خودش فرستاده. اون این کارو با یه قرص جادویی نشون میده ولی کاگاری با عصبانیت قرص رو نابود میکنه. بعدش کاگاری تغییر شکل میده و با شورس مبارزه میکنه، اما شورس به خاطر ضعف سپر محافظش مجبور میشه عقب نشینی کنه. تاکمییا به هوش میاد و کاگاری رو به بهداری میبره. بعدش لباسهای جادوییشون رو برای تمرین میپوشن. این لباسها نه تنها باعث میشه سبکتر بشن بلکه با جارو و قابلیت نامرئی شدن برای آدمای معمولی همراه هستن. اونا با هم از یه پرواز هیجان انگیز دور شهر لذت میبرن. تو حین پرواز تاکمییا یه دختری رو میبینه که تو دردسر افتاده و از کاگاری میخواد کمک کنه، ولی کاگاری مخالفت میکنه و میگه که حل مشکلات شهروندای عادی وظیفه پلیسه. برخلاف تصمیم کاگاری، تاکمییا جاروی خودش رو احضار میکنه و دخالت میکنه. اون وسط یه گروه دختر شارلاتان فرود میاد که بلافاصله شروع به اذیت کردنش میکنن. درست وقتی که اوضاع خطرناک به نظر میرسه کاگاری دوباره ظاهر میشه و فاش میکنه که این یه تله هوشمندانه بوده که جادوگرهای تاور به شکل اون دخترها درستش کرده بودن. معلوم میشه که اونا از نقاط ضعف تاکمییا برای به دام انداختنش توی جای دیگه سوء استفاده کردن. یه جادوگر قدرتمند به اسم مدوسا در یه بنای یاد بوده به شدت محافظت شده زندانی شده. نگهبانها اول اونو دست کم میگیرن، اما لبخند ترسناک مدوسا باعث وحشت اونها و باعث ترک خوردن بنا میشه. در همین حال گروهی از جادوگرهای تاور در حال برنامه‌ریزی برای شکست دادن کاگاری هستن، اما با وجود شورس حرفشون قطع میشه. تو خونه تاکمییا اون با احساس ناخوشایندی بیدار میشه و خواهرش کاسومی به اون برای آماده شدن کمک میکنه. کاسومی درباره کارهای اون تو یک شنبه گذشته و اینکه چرا کاگاری با اون تماس میگیره با اون صحبت میکنه. تاکمییا نمیخواد خواهرش کاسومی رو وارد دنیای جادوگرها کنه، برای همین یه داستان الکی میسازه، ولی کاسومی به راحتی دروغشو میفهمه. تو راه ایستگاه اتوبوس تاکمییا
تاکمییا نگران پنهون کردن رازهاش و مقابله با اذیت‌های گروه طرفداراشه. چون دیرش شده توی تله‌ای که جادوگرهای تاور درست کردن میفته. اونا میخوان تاکمییا و کاگاری رو از هم جدا کنن چون فکر میکنن با ضعیف کردن رابطه‌شون قدرت‌های کاگاری هم کم میشه. یهو خرس عروسکی غول‌پیکر که کاسومی سوارشه ظاهر میشه و با یه خرگوش عظیم الجثه که قریشی احضار کرده مبارزه میکنه. کاسومی که مصمم به محافظت از برادرش و شهره، یه انفجار عظیم ایجاد میکنه که ناخواسته باعث خسارت زیادی به شهر میشه. رئیس مدرسه گزارش‌های جدیدی از یه انفجار وحشتناک توی شهر میبینه که به طور معجزه‌آسا هیچ تلفاتی نداشته. بعد از مبارزه کاسومی با تاکمییا که نگران حال کاگاری بود دوباره ملاقات میکنه. کاگاری اعتراف میکنه که دلتنگ تاکمییا بوده و پیشنهاد میده که تاکمییا باهاش زندگی کنه تا همیشه کنار هم باشن. تو همین حین تو دفتر رئیس مدرسه یه تماس تلفنی در مورد فرار مدوسا از زندان بهش اطلاع میدن. خانواده‌های کاگاری و تاکمییا توی اتاق نشیمن جمع میشن و یه راز شوکه کننده فاش میشه. مادر تاکمییا یه راز عجیب و برملا میکنه. کاگاری و تاکمییا نامزد شدن. این کار توسط مادرهاشون طراحی شده بود که با هم توی دوران دبیرستان دوست بودن ولی به خاطر قوانین جامعه نمیتونستن ازدواج کنن. با وجود ناباوری اولیه تاکمییا اون در نهایت برای اینکه مادرش از دنیای جادوگرها بی خبر بمونه شرایط رو قبول میکنه. مادر کاگاری کاسومی رو نگه میداره و زوج جوان به عمارت کاگاری میرن. توی عمارت با مدوسا یه جادوگر از گروه تاور روبرو میشن. کاگاری به تاکمییا اصرار میکنه که به طبقه 12 بره تا خودش با مدوسا مبارزه کنه. ترس تاکمییا به اراده قوی برای مبارزه برای امنیت کاگاری تبدیل میشه. تو همین حین مدوسا فاش میکنه که به خاطر ارتباطش با تاکمییا هیچ آسیبی به کاگاری نمیرسه. مدوسا سعی میکنه کاگاری رو سنگ کنه. تاکمییا در یه حرکت غافلگیر کننده یه قرص میخوره که باعث احضار یه شاهزاده سفید به اسم اوورمیلون میشه. اوورمیلون حمله قدرتمندی به مدوسا میکنه که منجر به انفجاری عظیم میشه. خبر آشوب به رئیس مدرسه رسید که از نابودی عمارتش خیلی عصبانی بود. شاهزاده سفید به تاکمییا فهمون که نجات اون به ایمان راسخ به کاگاری بستگی داره و بعدش با اشاره به شکست شدن یه مهر و رویارویی‌های آینده ناپدید شد. با به هوش اومدن دوباره مدوسا تاکمییا ایمانش رو به کاگاری قوی‌تر کرد و قدرت و اراده اونو بیدار کرد. کاگاری جادوگرهای تاور رو شکست داد. از اونجایی که عمارت کاگاری به تعمیرات گرون قیمتی نیاز داشت، تاکمییا اونو به خونش برد. جایی که مادرش با چشمان اشکبار از اون التماس کرد که اونا رو ترک نکنه. برخلاف انتظار مادرش، تاکمییا اعلام کرد که تصمیم گرفته با کاگاری زندگی کنه. توی مدرسه معلم میکانگ کاگاری و تاکمییا رو به دفتر احضار کرد، اما اونا به طور اتفاقی سر از آزمایشگاه علوم درآوردن. تو این دیدار غیر منتظره میکانگ راز عجیبی رو فاش کرد. 5 مهر مرموز تو وجود تاکمییا هستن و تاکمییا با خوردن یه قرص ناخواسته اولین مهر شکسته. این اتفاق همه چیزو پیچیده کرد چون رئیس مدرسه به مقامات بالاتر قول داده بود که این مهرها دست نخورده باقی بمونن. برای حل این مشکل کاگاری تاکمییا رو به اتاق اعلام برد و با استفاده از قدرت‌های ماورایی خودش رئیس سابق شورای دانش آموزی رو برکنار کرد و تاکمییا رو جلوی کل مدرسه به عنوان رئیس جدید شورای دانش آموزی معرفی کرد. بعدن تاکمییا خواب دید که توش مادرش فاش کرد که کاگاری خواهر بزرگترشه. با این حال تاکمییا از خواب بیدار شد و فهمید که فقط یه خواب بوده. صبح روز بعد جادوگرهای تاور تصمیم گرفتن تا زمان مناسب برای حمله صبر کنن. مادر و خواهر تاکمییا به همراه کازانه مادر کاگاری بعد از خرید لباسهای جدید برای کاگاری به خونه برگشتن. تاکمییا به دستشویی رفت و همونطور که میدونین تو انیمه وقتی یه نفر بدون دست زدن وارد اتاق میشه قطعا یه دختر اونجاست. جادوگرهای تاور از دستشویی بیرون اومدن و مادر کاگاری باهاشون روبرو شد. اما شاهزاده خانم از جادوگرهای تاور دفاع کرد و به کازانه گفت که بس کنه. کاگاری و کازانه شروع به بحث کردن میکنن. به نظر میرسه کاگاری داره یه چیزی رو مخفی میکنه. کازانه خیلی زود متوجه میشه که کاگاری و مدوسا با هم ترکیب شدن. کازانه خیلی راحت کاگاری و مدوسا رو شکست میده. تاکمییا هم تو آخرین لحظه خودش رو جای مهره شاه میذاره تا به جای اون ضربه رو بخوره. بعد از اینکه تاکمییا به هوش میاد خودش رو به همراه کاگاری توی اتاق تنبیه پیدا میکنه. کاگاری توضیح میده که بعد از شکستن مهر ممکنه تاکمییا برای همه خطرناک بشه. به همین خاطر کاگاری با مدوسا متحد شد تا شاید با شکست دادن کازانه بتونه اونو به همپیمانشون تبدیل کنه و همه چیز رو با حالت عادی برگردونه. اونا با انگیزه بالا از زندان فرار میکنن تا با کازانه مبارزه کنن، اما کازانه دیگه تمایلی به مبارزه نداره. گروه دیگه‌ای قبل از اینکه مدوسا بتونه کازانه رو شکنجه کنه اونو با خودشون میبرن. کاگاری و تاکمییا متوجه میشن که کازانه از شکست شدن مهر خبر نداره، پس با آرامش به خونه برمیگردن انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم اونو لایک کنین و برای معرفی انیمه‌های بیشتر کانال ما رو سابسکرایب داشته باشین و دکمه زنگوله هم فشار بدین. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشین.